در بسیار شهرهای دنیا امروز من میبینم و شاهدم هستم که دولت ها پایتخت میسازند، مثل دریای سیردی، سیهون نه، جیهون نه، سنئی آب میارن، یک کور، یک حوض بنیاد میکنن و این رمزی است. خود قلعه خوجند، خود زادگاه کمال، جای زیست و این منظره دو طرف کوه و دریا، اینا با چشمان اهل زیادی با قلب آنها از این بلندی قلعه در اینجا نشست و الهام آمد و ایجاد کرد. ادامه ایجادات کمال باید اهل زیای امروزه دوام بیارد. این بهشت روی زمین است. این تنها یک سیهون نیست، یک دریا نیست. این آب است، این آبی آشامیدنی است، این حیات است، این زندگی است. آنچه که امروز در دنیا نمی رسد، آنچه که امروز در دنیا نمی رسد، میلیون ها کودکان و آدمان از نرسیدن آبی آشامیدنی هر سال از دنیا میگذرند. شکرانه این نعمت و این سرزمین اجدادی کنید.